بچه‌ها چطورین؟ من امیر آریو هستم و خوش اومدید به اولین پارت از ماینکرافت. خب یه سوروایو معمولی. حالا چرا سوروایو معمولی؟ سوروایو معمولی خود بدون مود و بدون هیچی. خب درسته، صدا هم که صدای مود نداره. مثلا من یه گرز مود ساختم تو ماینکرافت. خب گرز مود یه صدایی داشت، یا مثلا صدای مرد آهنی، آی مرد آهنی یه صدایی داشت، اصلا اونا رو برداشتم نذاشتم. خب و الان اومدیم ماینکرافت بازی کنیم. اوکی بریم سراغش. ماینکرافت عادی من دوست دارم. یه مپ سوروایول دارم. خب اسمشو گذاشتن سوروایو. خب بعد انقدر حال میده، انقدر قشنگ درستش کردم. خب اینم همون کار کنم. اوکی خب میریم هیولای شونو برون داریم شنگا. اوکی خوک سیقلی، خوک سیقلی چی گفتم؟ کلمات آریویو داریم. یه دقیقه بس من چون صدام گرفته. آن درست شد. اوکی الان صدام درسته یا گرفته؟ صدام فکر میکنم صدام گرفته. اوکی من برگشتم و یه کاری رو تو تنظیمات کردم که جای ویدیو باز شه. یه ویدیو من پای کردم، یه ویدیویی که بدن نخورد. وایسه 1 2 3. فقط قبل از اون اینجا آیرون میشه پیدا کرد و شکل نمیده. والا چقدر آیرن، چقدر آیرن. کلمات عجیب. البته 2 تا 3 تا اسپیه نمیدونم، یه دونم بسم. یا الله اوکی بریم. کلنگ آیرنی ها اینمون چو شد. اینمون اوکی خب 3 تا هم که داریم. فقط یه اسپان پوینت میکنم. اسپان چیه؟ اسپان پوینت میگم من. اسپان اوکی اینجا هم یه اسپان. قبل از این اونا غذا خیلی کمه. بذار آقا گلم ما رو بکش. داخل من مگه اسپان نزدم؟ کدوم ور بود؟ و چرا این ور اسپان شد؟ راستی سلام. اینو یادم رفت بزنم. یه بلوبری آهنگ میزنم یا خود what the hell؟ چه صندوق؟ اینا رو خودم انداخته بودم فکر کنم. اوکی بریم. اوکی را بریم که گرسنمون نشه. چه هیولم دارم غلام جان. آقا گلم 3 خاک رو میگیریم دست، میریم میزنیم پست. الفرار رو میزنیم به پیش به سوی فرار. 1 2 3 ایزی. بیا اینجا
اینجا وسیله ای ندارم خب بزنمش. واه با دست بزنم یا اسپیر. دمیجش چنده؟ 2. با دست خالی بزنم بیشتر دمیج زدم داداش. به خدا که نمیمیرم. داداش کجا میری؟ یس مرد. یس سنگ ماین کنیم یا خدا. بچه تا بهتون گفته بودم من عاشق ماین کردنم. من تو ماینکرافت ماین نکنم یه جورایی دیوونه میشم. خیلی حال میده ماین کردن. چوب نزده من رفتم سنگ پیدا. یا ابوالفضل من چقدر بکن. اوکی بچه این دست من این گل دیگه. گل برای شما. گل بگیر و داشتیم گل به چه دردم میخوره؟ گل فقط رنگش خوبه. آره نمیدونم. گل رنگش خوبه دیگه. مثلا واسه لباس چند خوبه. بچه ها یه چیزی مثلا فریرای جاوا رنگو خب مثلا یه دونه رنگ به من بده. فکر کنین این لباس شرمه میذارن تو کرافتینگ تیبل. ما از این چیزا از این چیزایی که توش آب میریزن میسازیم. رنگ رو میزنیم توش. لباس ها رو میزنیم توش. بعد تموم میشه. ولی خدایی بچه جاوا هم یه سختی هایی داره. جاوا چه سختی هایی داره؟ ما مود رو میزنیم خب میاد تو ما بدراک پلی رو مود رو میزنیم تموم میشه میره. من میزنیم روی مپمون تموم. جاوا پلی رو میان باید اینجوریه که میان مود رو خب میریزن کپیش میکنن. بعد دوباره از اون کپی یه کپی دیگه میگیرن. بعد اون کپی رو وارد ماینکرافت میکنن وارد مپ میکنن. چه کاری به جاوا بازی کن دیگه. 3 ساعت نیازی نیستش که تو برید یه چیز بسازید اونم واسه 1 سال. 1 سال طول میکشه واقعا. یه این فعلا با هم نبازی کنیم. یه این و یه این. اوکی چست پلیت میمونه که بریم پیدا کنیم. چست پلیت 7 من میخواد. 8 تا میخواد. 8 تا دیگه آیرون به ما بدید. دومیه. من فکر کردم همون اولیه. یه دقیقه تو شب شده بعدم اینجا. شانس 3 تا دایموند. ایزی کلنگم جور شد. این چه سید رندومی. آقا شب شده و ما 3 تا بپوشیم. بودو تا شیلد نسازنیم. یا ابوالفضل
اون خیلی دمیج میزنه. من یه بار سر اون مردم. بلند شو. این چه خرافاتی بود. اوکی اینجا اسپان پوینت داشته باشیم. اسپان پوینت الان 3 تا موب به چی داد؟ آپدیت جدید اومده خب واسه به جاوا پلیر که مثلا میتونی بالش درست کنی بشینی. ما سولفر کیوتو 3 سال طول کشیم تا جاوا واس بدراک بیاد. بعد همون یه هفته نشده دوباره آپدیت داد. What the hell؟